به نام آن که دلکاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به دوستان عالی همت السلام علیکم. صرف کردگان وقت قیمت السلام علیکم. دارندگان روح بیدار السلام علیکم. هم به سالم هم به بیمار السلام علیکم. سلامتی می خواهم بر کل هواداران برنامه پرنده های مهاجر و باید گویم که برنامه من بعد هفته آینده الکی آغاز ماه شریف رمضان می شود. فرارسی قدوم رمضان را بر یکایک شما فرخنده بادا می گویم. آمدی رمضان مبارک باشد، یعنی که و قامت بالایتان خم را، قلب پرمهرتان غم را، چشمان زیبایتان نم را، راه های زندگیتان یم را و دسترخوان پرفیضتان کم را ندیده باشد. دست بردارید و آمین گوید. واقعا دست بردارید گفتم، یک جمله زیبا به خاطرم آمد. وقتا توکل بر خدا میکنه دست میبرداره، البته که دست بنده تا به خداوند نمیرسد. آسمان بلند بلند، نه، دست بنده به آسمان نمیرسد، اما دست خداوند میرسد. خداوند همت والای دارد که یگان دست سویش باز شده را به نتیجه بر نمیگرداند. پند است خوشگوار بر نسل رستگار، آینه پاک دار دل بر خدا سپار. او شسته می دهد، آرسته می دهد، گل بسته می دهد دل بر خدا سپار. مهرش بغایت است، اصل عنایت است، کان هدایت است دل بر خدا سپار. از جهل نفس بد، از فند دیو و دد، خواهی که وارهد دل بر خدا سپار. باور که میکنی ایمان شود غنی، غیر خدا کنی دل بر خدا سپار. رحمت در است باز در روی جای نماز، با قلب با دست های باز، با دو کف نیاز دل بر خدا سپار. ای اهل مصطفی، ای محزن وفا، ای طالب شفا دل بر خدا سپار. انا نوبت شعر هم شعر عنعنوی در این برنامه گذشت. باید که در هر یک برنامه موافق عنعنه شعر که برایتان قرائت میکردم موافق موضوع باشد. اما موضوع امروز ما عجب موضوعی است که شعر برایتان آماده کردم، اما چون بر قلم خودم تعلق نداشت تقدیمتان نکردم. در اواخر برنامه میخوانم. واقعا موضوع امروزه برنامه ما چه موضوعی پیش گرفتیم؟ جایگاه کلین، قدر کلین. چرا چنین موضوع را گرفتیم؟ محض کلین، نگفتیم زن مادر، گفتیم کلین. برنامه داشتیم صبر زن نام داشت، اما محض جایگاه کلین را در این برنامه انتخاب کردیم چون که این موضوع هم به حد وابسته مهاجرت است. امروز کلین جان هایی که در تاجیکستان انتظار راه مهاجران هستند کم نیستند، اقلا 80%. چند نفر در تاجیکستان نان میابند؟ خیلی کم، باقی همه مهاجر هستند و همین کلین ها در راه مهاجران انتظار عمرشان را، جوانیشان را میگذرانند. هر نگفته چشم پوشیده میکشایند که عروسکی دیروزه الکی کلین گرفته ایستاده است یا دختر برآورده ایستاده است و همین موضوع را انتخاب کردیم تا اندک تکان دهم قلب نفرانی را که کلین دارند، نفرانی را که همسرشان در تاجیکستان انتظار است، اندک مهر و محبتشان را بیدارتر سازیم تا به قدر همسران عزیز خود رسند. برای همین هم ما از همین موضوع را انتخاب کردیم. واقعا برای آن نفرانی که قبل از شروع برنامه الکی پیام های خود را می نوشتند، کتابت می کردند، برای آنها یک سواله که عادی و میگذارم خیلی خیلی عادی است، باید فکر کنند، جواب نویسند. اگر جواب درست پیدا شد همون را
قرائت میکنیم برایتون. غالب میگویم سوال چنین است. سوال هم وابسته است بر زن تاجیک، زن مسلمان آسیایی خصوصا. سوال چنین است که یک زن در حوله اولی شب تا سحر زحمت کشید، خیلی مهنت کرد، کار کرد تا به صبح دم. صبح صادق یک تنور نان بست، یعنی نان چسبانید. نانهای آماده شده را گرفت و به تمام اهل گذر تقسیم کرد. نانی با مزه بود، نان گرم بود. در خانه همین زن چی نویگری باشد؟ گپ در سری کلمه نویگری می رود. نویگری می رود. قریب که من جواب سوال را گفتم. سوال همین قدر. خب جوابش را نفرانی که کامنت نوشته ایستادند در بالای همین برنامه در یوتیوب می توانند مستقیما تماشا میکنند، می توانند اونجا نویسند. واقعا از 2 دقیقه بیشتر حرفهای شما را امروز قبول نمی کنیم، چون که شکایت بسیار است. با من در فیسبوک می نویسند که ما از آغاز همین برنامه طول 2 ماه باز زنگ میزنیم، زنگ ما را قبول کردن نمی توانید. برای همین هم نفرانی هستند که مشرف شدند 2 مراتب 3 مراتب هم زنگ زنند، اما هستند نفرانی که در نوبت اینقدر آرزو کردند. و موضوعی که امروز ارائه می گردد قدر کلین یک داغ‌ترین موضوع روزگویم هم می شود. خوبم هست، بدم هست، از آن که کلین های تاجیک آنقدر برخوردار از حقوق های خود که نیستند، آنقدر آگاه از شریعت و از دین نیستند، کمتر که هستند دفاع از حقوق خود نمی کنند. اما اگر می دانستند چقدر افسوس می خوردند که اینقدر اسلام عزیز برای من حقوق وادار کرده، حقوق فراهم آورده، حق و حقوق را. خب بیایید نباشد شعر که قرائت کنم از سفر ایوب زاده محزون، از شعر که دایر موضوع. بعداً باز هم درباره موضوع حرف میزنیم. عروس: ای خواهرم، زینهار دل یار عزیزت را نیازار. اگر یک ذره دانی قدر شوهر، بدان تو مادرش را جای مادر. که هیچ مادر بدخواه پسر نیست، زی مادر هیچ کلین را ضرر نیست. با وقت کار خانه دست او گیر، مشو هرگز مغمبیر. زی نیکویی دلش را آر بر دست، زی نیکویی شود آدم زبردست. اگر دلگیر شده با کار ناساز، به پیش او کواکد را نینداز. سخن گوید ولی گردد پشیمان، تحمل کن گپش را خواهر جان. بعد زین مادر داگیر. خب یک طرف پله ترازو رو برداشتیم. اول قدر مادر جان و خوشنامنها را به جایش گذاشتیم. اکنون نسبت کلین میگویم. خیلی ها در یک درسی که میخونیم با معلمه سوال می نویسند که رشک میکند خوشنامنم، نمیخواهد خوشبختی ما را. نه، جمله دوم خطا است. یکم درست، دومش خطا است. خوشدامن وقتی کلین را نخواستنش سخت اشتباه است. چرا؟ او میخواهد، یگان مادر، یگان خوشدامن نمیخواهد که پسرش با کلین بدبخت باشد. البته خوشبختیش را میخواهد، اما بابت رشک اگر گفته گذاریم، خوشدامن بغیر از آن که 9 ماه در بطنش کلان میکند، باز در دستش همون با قبل مردم گویم یک بریده گوشت را میرساند تا 20 سالگی، تا 20 چند سالگی میرساند. بعد مکتب خیلی مادران فراهم می‌آورند، تحصیل این بعد را هم دانش می‌آموزد.
همون کودک کوچکی که تر و خشکش را نگاه بین کرد، زبان یاد داد، راهگرده یاد داد، همه را آموزاند، عقل و آداب و تمیزش بجا شد. وقتی جوانی قدرت شد، نورز شد، 20 چند سال خوراند، پوشاند، شسته داد، آرسته داد و بعد از آن که یک نفر می آید، البته جوان ها بیشتر توجه به همسر خود ظاهر می کنند. جوان هستند به هر حال و ترازو را درست نگه که نمی دارند، کمتر بر مادر جان ها علم می کند. البته رشک مادری است، فقط رشک مادری است و کلین ها این را نمی فهمند. وقتی خوشنامند شدید درک می کنید که فرزند کلان کردن آسان نیست، داماد کردن، کلین گرفتن. اکنون بابت آن اندیشید که چرا خوشبختیش را نمیخواست است. آخر هر چیزی که داشت خودش نپوشیده، مادر برده به صندوق انداخت. کلین بیاید، کلین میپوشد. گفته وای برای خوشبختی شما اینقدر کوشش کرد. مادر همین که به گهواره میبندد پسرش را، الله گویان الله میگوید. واقعا معنای کلمه الله این الله هست. الله هست. چرا؟ چون که الله گویان کلان شود، پردان شود، جایگیری رفتگان شود، نامبرداری زمان شود، نامبرداری اهل خاندان شود. گفته الله میگوید این همه خواهش را از کی طلب میکند؟ البته که از خداوند. مردمی بدخشان لا الهی میگویند، یعنی لا الهی، یعنی نیست خدای غیر او که از او پرسیم. و این هم باز هم الله است، باز هم الله است. مادر که از گهواره سر کرده داماد کنم میگوید البته خوشبختیش را میخواهد. از موضوع دور نمیروم تا برنامه از اصل دیر نماند. قدر کلین بود. اکنون بابت کلین جان ها، خوشنامان ها هم یک زمان کلین بودند. آنها هم گل بودند، آنقدر پخته، آنقدر سالار، آنقدر کاردان و چاقان و همدان نبودند. آنها هم کلین بودند. باز زمان پیشینه کمی زمانی ساده تر بود و موافق زمانشان بودند. اکنون که خوشدامند شدند، انسانیت یک عجیب حالتهای دارد. ما هم اگر کلین داشته باشیم شاید زمانی کلینیمان از خاطرمان میبرارد و گمان میکنیم که ما همدان و همه کاره بودیم. بعد میگوییم عجب کلین های عجب زمانه، ما این طور نبودیم، حاضره ها این طور. نه، ما هم بودیم، ما هم خطا میکردیم، اشتباه میکردیم. ما را هم خوشناوند جان ها راست کردن، برای خود درست کردن، خطاها را اصلاح کرده به خوشنامانی آورده رسانیدن. انا همین طور. خب درباره قدر کلین گفته ایستاده بودیم. بیایید در همین موضوع فقط درباره بابت موضوع حرف میزنیم. چرا؟ چون که آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان در تمام شبکه های اینترنتی رفته ایستاده است. در تمام شبکه ها یک موضوع را ادبی، فرهنگی، یک اجتماعی گذرانیم به حد خوب می شود. البته که خدا خواهد عزت امان هم به آزادی برآمده، طرفداری همین سخن ها خواهد بود. خب یک بار دیگر خاطر رسان میکنم قدر کلین، جایگاه کلین، موضوع امروزه برنامه ما، رقم ما برای پیوستن به برنامه در پایان نوار گذاشته شده است. می توانند زنگ زنند و فراموش نکنید تکمه پسند را پخش کنید، لایک گذاشتن. و اگر خواهید که هر یک برنامه پرنده های مهاجر را گوش کنید، شما آبونه شده می توانید. آنگاه هر یک برنامه خودش علاقه در شبکه یوتیوبی تلفنی شما یا همان دستگاهی که با آن به اینترنت پیوستید، کامپیوتر یا چیز دیگر، البته میبراید، پیدا می شود، شما تماشا خواهید کرد. اکنون خودم چه گفتنی هستم درباره کلین. در تاجیکستان کلین ها اول 1 سال بود، حالا چپت قیمت است. نرخ آمد و رفت، نرخ 3 ماهه روزگذرانی اهل خانواده می شود. انا برای همین هم جوان ها 2 سال پس هم می آیند، 3 سال پس هم می آیند. کودکی که در گهواره بود یا هنوز به دنیا نآمده بود، ددگویک می شود، شیرخانک می شود
اما هنوز پدر ندیده است، نمیشناسد. پدر بیاید امکی آمد میگوید این حالت ها هم هستند. اکنون خوشنامند جان ها باید درک کنند مادر جان ها که زمان آنها کلین بودند شرایط اینطور نبود. به هر حال یک درد آشنایشان بود. در پست و بلند زندگی آنها نیز خطا میکردند، گپ میشنیدند، اما بگه نزد شوهر می در آمدند کمی ناز و نوز میکردند که مادرت این خیل گفت، پدرت این خیل گفت، دادرت این خیل گفت، باز من این خیل گفتم. بعد میگریستند، کمتر دلبرداریشان میکرد. امروز کلینجان ها این امکانیت را ندارند. هر روز تلفن کرده گفته نمیتوانند، چون که رو برو گفتن دیگرگونه تاثیر میکند، با تلفن گفتن دیگرگون. به هر حال جوانان کن اندک از دور شنیدن این گونه خبر جوانان را ناهنجار میکند. بهترش نگویند طریق تلفن حرف بد، همیشه خوشی رسانند. فرزندانت خوب است، مادر و پدرت خوب. انا میخیل روسیه دور و دوران کردن، چرخ زدن، استراحت نرفتند. زحمت کشیده پول پیدا کنه، ریسک خانواده را پیدا کردنی رفتند. خب من بیخط بسیار حرف زدم، نوبت شما هم فرا رسیده درباره قدر کلین که چگونه میتواند حرف زند، که چقدر میتواند. بیش از 2 دقیقه گفتیم قبول نمیکنیم. و پوشیدن است که سالهای آخر که قبلا خیلی گفتم 3-4 سال جوانان در مهاجرت عمر میگذرانند. کلین ها در خانواده، کلین همین که به خانه خوشنامند قدم ماند، یک عرف عجیب تاجیکانه هست. مثلا در سوغد ما، در سوغد باستان، شاید در جنوب کشور عزیزمان هم همین عادت باشد که 3 یا 4 روزه شد الکی آن مهمانک نو در خانه نو، دیگ و طباق نو، در عرف و عادت های اندک دیگرگون باید تمام خدمت ها را بجا بیارد، باید همه کارها را کند. تا آمدن کلین کی میکرد این کارها را؟ میکردند. آمدن زمان کلین باید این همه را برداشت گیرد، باید صبح صادق هنوز آفتاب نبر آمده برخیزد. البته کار خوبی هم هست، اما باید یک ریجه معین داشته باشد، باید یک جدول معین داشته باشد، از معیار نگذشته باشد، معیار رعایت شود البته. و تمام کار بار خانه برداشت کلین و همه در خانواده فرمان میدهند بر کلین، کلانش هم خوردش هم. اما اگر از نظر دین نگاه کنید، آیا غیر شوهر و پدر و مادر شوهر نفر حق داشته باشد بر کلین فرمان دادن؟ مثلا حتی دادرکان خردسال شوهر هم باید به کلین فرمان دهند. بسیار می شود فرصت هایی که سر دسترخوان آمده میشیند کلین، هر چی کمبودی که هست میگویند کلین رفت بیار، کلین رفت بیار. خوراکش سرد می شود، می آید کلین آن کاری که میتواند نمیتواند همه برداشت او. و خیلی شاهد واقعاتی هم میشدیم که کلین دستان نازک همان بانویانه زنانش را بر لای و گیل هم زده. یک دهه داریم ما در شهرمان، آنجا خیلی زنها با راه کلوخ ریختن، خشت کلوخ یعنی که خشت خام ریختن روز میگذرانند. زن خشت خام میریزد، هر یک خشت اگر 4-5 کیلوگرم باشد یک قالب 20 کیلو میبرد، 4 تاگی باشد و 20 کیلو که خشت را از 5-6 متر برده در جای تخت میکنند، خشک می شود، آن را جمع می کنند. انا دیدید چقدر دشوار زندگی به سر می برند. و این خیلی روزها هم هست. بالای بیچاره زن تاجیک مردی کاری گفتند، اصلا مردی کار نه زنی کار شد آنجا. تا مردی کاری برآمدن زنهای تاجیک. چرا؟ خب چرای دیگر، چرا وقتی که با خانواده همسر کلین شده آمدن همه کاروبار خانواده خصوصا در فصل زمستان سرمای طاقت فرسا هم بعضا می شود در شمال تاجیکستان کار خانه برداشت آنهاست، اما اندک شمال که خوردن داروار باید پدر و مادر کلین خرد، چون که تا 5-6-10 سال بعضی دوگانه های خودم هم میگفتن 12 سال شده است و حالا هم با پول شوهر ما نمیتوانیم صاحبی کردن.
پول از روسیه راست به دست رهبر خانواده می آید و کلین نمیتواند همه نیازهایش را به خوشنامند گوید. هستند بعضی نیازهایی که نمی شود بر کسی گفته و مجبور می رود به مادرش می گوید. بیمار شود دارو را مادرش باید خرد، بعضی لباس ها را مادرش باید خرد. تمام می شود که از آن عروسیش انا همینطور. عجب روزگار، عجب روزگار گذاشتن طرح ریزی کردند که متاسفانه در خیلی جایها چنین است و بابت رشک خیلی کلین ها گفتند که مداخله میکنند تا جایهایی که عموما ممکن نیست دخالت کردن، تا به خلوت کلین دخالت میکنند که این خیلی هم نادرست است. البته گفتن این موضوع هم از جانب من در این برنامه درست نیست، اما هست همین موضوع که کلین ها بر سر دارند. من خیلی میخواستم همان خوشنامنجان های مهربان غمگساره که فرزندان عزیز را کلان کردند امروز در عذاب روسیه کار میکنند و کلین ها را تامین میکنند، مادر جان را تامین میکنند، درباره همین کلین ها کمی فکر میکردند که آنها هم چقدر آرزوی هوس جوانی دارند. هنوز جوانی ندیده، عروسی درست ندیده، الکی دخترانشان عروسی میشود و خانه بخت گسیلش میکنند و خیلی هم هستند کلینچک هایی که چه میگویند عمر جوانیشان همه در انتظار راه همان مهاجر پشت سر می شود، پیش و برشان قطارکی نبیره می شود. الکی زندگی چون بر سر افتاده است، بدل چاره چیست؟ شاید باید زیستن و شاید باید زیستن. خب من کم ترک از شبکه های اجتماعی موضوعهای هم گرفتم، چون آنقدر سواد خوب دین بابت شریعت ندارم. گرفتم موضوعهایی که محض در همین مسئله هستند. از روی شریعت کلین نسبت خانواده شوهر تا کجا وظیفه دار است، جامعه ما چی واجبات ها را بر گردن کلین بار کردن، انا در همین موضوعها خب همه علمای شریعت اتفاق هستند که کلین میتواند همچون مهربانی و بعضی خدمت های همچون یک آداب، مهربانی و آداب و اسلوب یک شرقانه خدمات، بعضی خدمت های خوشنامان و خسورش را اجرا کند، به خاطر دعا گرفتن، به خاطر اجر و ثواب گرفتن، بر پدرت رحمت گویند چقدر بالید خاطر می شود کلین. اما یگانه شخصی که شریعت به خدمت عروس خانه، عروس وظیفه دار است که خدمت کند بر او، این همسر اوست، شوهر اوست که خدمت هایش را اجرا کند. اما باز یک چیز دیگر که تامین هم باید باشد، جهت مادی هم معنوی هم دلبردارش هم باید باشد. پیش از آن که برنامه را آغاز کنم با بعضی از دوگانه های خود طریق فیسبوک گفتگوزار کردم که همسرانشان در روسیه هستند و پرسیدم که همین موضوع را پیش میگیرم. گفتند اکنون درد دلی ما را هم میگفته در برنامه. گفتند که نیازهای ما را برآورده میکند کسی نیست، کسی که نیازهای ما را برآورده میکند و ما مجبور به کار میبرایم. وقتی ما به کار میبرایم فرزندان همراه خوشنامند میمونند یا به خانه بعضا همسایه میگذاریم خوشنامند نداشته هایشان چنین گفتند، فرزندان از تربیه بی نصیب میمونند. وقتی که یک طرف کار را پر اجرا کرده نمیتوانید، برای نیازی همین جا رو به دیگر طرف میبیارید، این طرف البته کمبودی میبیند. وقتی که در خانه درس فرزندان رو برای اجرا کردن فرصت پیدا نمیکنید، باید کار کرده نون فرزندان رو پیدا کرده بیارید، آنگاه البته از درس قفا میمانند فرزندان. آنگاه البته که فرزندان چی میشوند؟ از تربیه هم خیلی دور میافتند، در کوچه بازی میکنند، گاهی در کوچه ضرب و لعب میخورند از دیگران و میشود همین خیلی که علاقه دل شکسته میشوند. خودبهادیهی یعنی سماعتین که اشان پست میشود و همین طریق خب بیایید نباشد من اونچه که آماده کردم برای شما قرائت میکنم. انا بعد
قبول زنگ های شما را آغاز میکنیم تا با قبول زنگ آماده میشویم. دخترکی که به خانه شوهر قدم میگذارد هنوز حتی با اهل عائله شناس نشده باید دست به کار شود. تمام روبچین یک عائله بزرگ، توانپزی، شستن لباس اهل خانواده، نگاه و بین حیوانها به عروسی هنوز دیروز به خانه رسیده سپاریده می شود. انا این گونه مهمان را پذیرایی می کنند. به هر حال عروس مهمان است در این خانواده. پیش از آمدن کیلین این همه کار را که انجام میداد، امروز که عروس آمده همه این کار را به خود از خانه نآورده است. تمام روز دخترک باید این یک عائله بزرگ را خدمت کند، در حالی که در خانه آنهایی که بیکار هستند زیاد هستند. خواهر هست، مثلا برادر هست، مادر صحت و سالم و جوان امروز خیلی جوان خوش‌دامن میشوند. وابسته به خیلی جوان خوش‌دامن شدن ها. میدونید هنگامی که در وسایط اخباری ما در وطن عزیز کار میکردیم، موضوع های پیش می آمدن بابت آن برنامه بریم که محض وابسته همین عائله بودند. مثلا در یک سال چقدر عائله ها از هم جدا شدند، ما باید بر اداره های داخلدار رو بیاریم ثبت اصلی حالت های شهروندی، مثلا یا اینکه بر اداره های رویم که وابسته همین موضوع هستند. و بعضا شاهد واقعاتی می شدیم که خوش‌دامن ها خیلی جوان خوش‌دامن شدند، هنوز کلینی خود را، مکتب کلینی را درست نگذاشته خوش‌دامن شدند و هنوز آماده خوش‌دامن شدن نیستند آماده خوش‌دامن شدن آماده نیستند. حالا درک نکردند که کلین آوردن به خاندانشان چقدر قیمت افتاده است. چه خیل تا کلین فراوردن، مثلا چقدر زحمت کشیدن مردهایشان در روسیه تا پر شدن یک صندوق، و غیر از صندوقی که دوام سالها پر می شود. این یک سرمایه گذاری برین، اما برای یک خود خراجات توی برای گذراندن معرکه ها خیلی بسیار زحمت کشیدن. آسان نیست البته. خب اینجا رومیسا من زن هستم، من میخواهم همه کلین ها آزادانه زندگی کنند، خوش‌دامن ها مقابل نباشند گفتند. رومیسا نوشتند خب بر خوش‌دامن جان ها میرسانیم، اگر خوش‌دامن ها هم میخواهند نویسند مرحمت نویسند. خب مریم با نوشتند همه همین عنعنه ها را ارگوتی ها در جامعه پهن میکنند، حتی با داماد ماشین میخرند یا که خانه میخرند. بله اینش هم هست. داماد را به حد هرکه میکنند، جانب عروس جنوب قلین میدهد میبیارد، شمال قلین نمیدهد میبیارند، جانب عروس تمام کمبود خانواده داماد را پر میکنند. درست است. و دیگر که کار زحمت نمیماند، چی عجیب میشود، خردترین یک چیهای نورزنده زندگی را بهانه میکند، خرخش سر می شود، بین هر دو بحث و مناظره سر می شود. خب کلین برای بجای رفتن تنها باید از شوهرش اجازت پرسد. اگر در روسیه است طریق تلفن، اگر بجای رفتن است شوهر اجازت داد و اجازت است لکه. باقی مانده دیگران حق ندارند او را برای بجای رفتن امر کنند. این قانون را من ننوشتم، این را از آنچه جمهوری علما نوشتن مطرح کردن من گرفتم. خب اما از روی احترام پیش از رفتن به جای خوش‌دامن بر خسور بزرگان خانواده باید خبر دهند. خودسرانه برآمده رفتن نه، کارهای خانه را کرده، وظیفه خود را اجرا کرده باید گویند که من از پسرتان اجازت پرسیدم، امروز به خانه مادر جانم میروم. همین خیر، خوشمعاملگی این است. خب حقوقهای ماده بابت شریعت شوهر را امر می کند همسرش را با تمام احتیاجات روزگار مهیا سازد، اما مبادا بیمار شد طبابت کلین به دوش شوهرش است. کلین باید از خانه مادر دارو کشاند، گفته در یگان جا نوشته شدگی نیست. مادر همه دیگر نیازهایش را بردارد نه، باید هم عروس کرد تمام. خب
به انصافی بسیاری هست که اگر کلین بیمار شد در حال به خانه مادرش گسیل میکنند تبابت گرفته بیا گفته. این نادرست است. خب وقتی صحت بود چه خیلی گفتیم همه کارها را میکرد، خدمتگار خوبی بود. وقتی بیمار شد جواب میدهند. حتی هستند کلین هایی که با پدر و مادر یا نزدیکان خود میگویند اگر مبادا به نزدیکان شوهر از کمبودی شکایت کنند در حال جنگ و جدال شروع می شود. خب یک قصه خیلی زیبا بود که شاید در آخرتر برنامه برایتان نقل کنم. خیلی از کلینچک های ما با آن خاطر در خانه شوهر هستند که با آن خاطر با تمام ظلم و استبداد تاب می بیارند که در خانه شوهر آنها از کودکی همین چیز را دیده عادت کردند. گویا یک عرف یک عنعنه خانواده همین چیز باشد. وقتی که حتی خواستگار می رود به خانه دختردار از در نگاه می کند، همان تازگی خانواده را می پرسد از همسایه ها آزادگی کلین، کاربود کنی کلین، خدمتگاری پربرداری کلین. لیکن کم کم خواستگارانی پیدا می شوند که می پرسند از معلوماتش، دانشش، معنویاتش. بسیاری ها می پرسند حسن دارد یا ندارد، حسن دارد یا ندارد. کلین را برده حسنش را پخته خورده نشود. خب کلین خوشرو 10 سال خوشرو، 20 سال خوشروی است. حسن ظاهر کم 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 دارد که به کاستگی می رود. آخر آژنگ خواهد نخواهد این حکم طبیعت است. طبیعت چنین است. خداوند همین خیلی آفریده است که آهسته آهسته همان پیگمنت ها، همان حجره های پوست آهسته آهسته پیر می شود. کلین هم پیر می شود، خوشرو هم پیر می شود. اما حسن باطن کلین، حسن باطن انسان با گذشت سالها برعکس حسن ظاهری زیباتر می شود. هستند نه آنقدر خوش چهره هایی که با گذشت سالها وقتی اونس میگیرید میبینید که چقدر خصلت های خوب دارند که خیلی از زیباها ندارند. همین را من بسیار حرف زدم. همینطور نوبت حرف زنی شما آمد. میتوانید شما هم حرف زنید، زنگ زنید با برنامه. شاید یکان ناجوری هست در خط علاقه یا مردم شاید بند باشند و بسیاری از در مکتب کار میکردم. بسیاری از آموزگاران هم 2 بست درس میگرفتند و بار زندگی برداشت خودشان بود در حالی که همسر داشتند و بله اینجا بعضی ناجوری های تکنیکی، مشکلات تکنیکی بوده است که ما زنگ را قبول کرده نمیتوانیم. خیر این هم حکمتی دارد. در مکتب کار میکردم، گفته ایستاده بودم و اونجا معلمان هم البته کلین یک خانواده هستند. در 2 بست درس گذاری خیلی خسته می شود معلم. برای 2-3 نفر فرزند خودتان در یک خود استراحت روزی یکشنبه از نکن، نمان، نریزان، نشکن، نبردار گفتن خسته می شوید. معلم هر یک صنف 20 تا 30 تاگی طلبه دارد، 30 نفری طلبه دارد. هر یکی اون رو باید آرام کند، درس رو فهماند، درس رو گیرد از او. البته که عصبش خسته می شود و خیلی عالمان روانشناسان چنین یک معین کردند، مختبر آمدند که عالمان، شاعران و معلمان 10 سال پیشتر رو به پیری می آوردند. به هر حال دشوار است با کودکان کار کردن و همین معلم در خانه چرا 2 بست درس می گیرد؟ البته که زورش نمی رسد. زور یک معلم برای هم درس دادن و درس گرفتن برای 13 نفر می رسد در یک صنف، تا 30 نفر می نشینند در دهه ها. معلم مجبور است. بعضی دوستان داشتم که همسرانشان هستند، آنچه دریافت میکنند بر مشروبات صرف میکردند، شراب می نوشیدند و این معلمه ها هم همان بخچه عروسی دخترانشان را
یا بخچه دامادی پسرانشان را هم روزگار را برداشت داشتند و همین که از حقوق شرعی اینها بابت شریعت اسلام میفهماندید میگفتند که قرباقش رو دارد آبرو دارد. بودند چون اینها هم گویا قرباقوار زندگی میکردند. این البته که نادرست است. خب نوشتند عاشقی دیگر و آدمگری دیگر است. میلش عاشق باشه لیکن آدم نبودن خوب نیست. راما ریمبو نوشتند. خب موضوع را کم در سمت لیریکا بردند. لیریکا خب واقعا یک حالتی عجیب بود درباره عاشقی. از آن خانواده هایی که خاندان هایی که جدا شدند در دوام زندگی از هم جدا شدند تا به آخر زندگی نبردند پیش نبردند 78% دوست داشته آیله برپا کردند. عجیب است همین طور نه؟ چرا چنین باشد؟ گفته خیلی فکر کردیم، از بزرگان پرسیدیم، از روانشناسان پرسیدیم که آخر آنها قبل از توی با هم شناس شدند، دوست داشتند، معقول بودند با یکدیگر، چرا بعد خانه‌دار شدن این همه ناجوری های زندگی برخاست؟ بعد گفته های همه اینها را جمع کرده به خلاصه آمدیم که وقتی که جوان با دختره که به قبل خودشان عاشق می شوند، یعنی پسند میکنند، کسی را معقول میدارند، دوست میدارند، آیله‌دار میشوند، در نظر جوان همین دختر بهترین دنیا است، یگان ذره کمبودی ندارد، خوشروترین دنیا است، مهربانترین دنیا است، جز همین دختر کسی دیگر وجود ندارد. و در نظر دختران هم همین جوان همچنین است و بر مادر هر دو هم دو پای در یک موزه می‌دارند، میگویند ما همین را انتخاب کردیم. اما زندگی چی خیلی است؟ زندگی این خیلی نیست که جوان پیش از توی، خب بله زنگ را قبول میکنیم حاضر، جوان پیش از توی تمام وعده های و آن حرف های شیرین و آن رمانتیک های کتاب ادبیات و در کتاب خوانده‌اش را بر دختره گفت و گل برد و تحفه برد. زندگی این طور نیست. زندگی پست و بلند، کم و زیاد، حرف های درشت و دغل هم دارد، حرف های شیرین و مهربانانه هم دارد البته. اما از این آگاه نبود دخترک و رفتن زمان پیش با میخورد. یک بار وقتی که درد دلش را به مادرش رفته گفتنی میشود، مادر میگوید خودت یافتی کو؟ با خوشتا من چیزی گفتن نمیتواند، میگوید خودت آوردی کو؟ همین طریق میشود یک دیگر نفهمه. اگر شاید دیگران همراه نشوند بر خاندان، بر این عائله، شاید زندگی خوبه داشته هم باشند. زنگ را قبول میکنیم. السلام علیکم. 40 دقیقه من حرف زدم، نوبت شما. الو. الو، السلام علیکم. و علیکم السلام. من میدانستم که اول زنگ میزند. خب میبخشید پرامایفر رفته به فکر من؟ بله 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 خواهر جان. من گفتنی گپم همین بود که میبخشید اپا جان، نموتن چه من نمیدونم. من غریبیم اپا، نوی من چراست، روسیه با کار میکنم. من اصل من خودم تاجیکستان به زندگی کردگی، من تاجیکستان به تولد شدگی، من چیست تاجیک نیستم، من میتیست نیون تاجیک را من شکرانه الله من میدونم. خب گفتن گپی من همین که ما غریبا فقط عزت امان آزادی شدنش میخواهیم. تاجیکستان خدا ما را، تاجیکستان خدا ما را آزادیش میخواهیم. تا که همین چیوا اپا میدانید برای چی که ما غریبا همینجا با رنگ خربوین سرویکا با دیگه جاها با کار میکنیم. برای کی سوال هسته ویس دنیای تاجیکستان به ویس دنیای تاجیکو را سوال هسته. برای کی؟ برای همین چی میگه نام پرزیدنت نامش من گفتن از زبانم نمیرد. برای که این خون چی میگه خلق خونه را خورده است، خونخور میگه این خلق آدم را، این خلق آدم را قاتل میگه. یک انسان دادیم کرامت الله را برد کشت،
و نوبت عزت امان آمده. عزت امان ما غریبا نمیتیم. در کار باشد هر یک تاجیک، هر یک تاجیکستان با زندگی که دیسته ازبکا، قرغزا ماندگی همه میبراید برای عزت امان. همینجا هر یک مسافر میبراید. این زن، این مردک یگان کس نمیگه، همه خلق تاجیکستان مهم آواز داریم. مرایم خیلی تاجیکستان و کارمندان تاجیکستان مرا خیلی عذاب داده. من مجبور شده گرفته همه درستی اومد دیگه. من برای فرزندم، برای پدری مادرم، برای همین میگن میبخشید من ویدیو ویزیف نکردم برای چی که حاضر من همین گپا را گرد میزنم. کارمندای تاجیکستان میرد پدری مادرم عذاب میده برای همون نباشد پرامای ویزیف نکردم. من درک میکنیم. بله خواهر جان بسیار تشکر. من میدونستم که اول زنگ میزنند، اما من نمیدونستم که باز هم سمت موضوع روز برمیگردیم. موضوع برنامه. خواهر جان هم درباره موضوع برنامه هم یگان چیز گفتنی هستید؟ برای برنامه شما چی رفته است؟ همین گوید؟ درباره قدر کلین بود. نفهمیدم. قدر و قیمت کلین بود. قدر قیمت کلین همین که یک دختر یک بچه را نغز دید. یعنی شناخت شد و یک کشم معقول کرد. چی میگد؟ اینا را زندگیشون سر شد. یک خلش میگد که خوشلامده هسته. میگد که یافتگی تو امین زن تو مرا معقول نشد میگد. خودش معقول نشد میگد. برای چی؟ این برای همین که این تنبغل میگد. نباشد یک با خونه میاد خوشلامدم به معقول نشود. من سری من به همین کار شدگی برای همون من جدا شدگی. من بله یک فرزندم حاضر یتیم شده موندگی. خوشت آمدم مرا روز ندادگی. برای چی؟ برای کمبغلی من. همین خیلی واقعی خوب بسیار است. یک خلش میگد که دمادت بسیار کار نمیکند، نباشد کمبغل بای دختره بای ها همین خیلی میگد. برای همه تو این به معقول نشده میگه جدا کرده میبیارن میانه به فرزانده چی میشه؟ زنده یتیم میشه. اینا با کدامش همین میکنه. یتیم خانه با چقدر فرزانده هسته، چقدر یتیم همین گدکا هسته. با عیبی کی؟ عیبی یک نباشد یک مردک، یک نباشد عیب یک همین زن، نباشد خوشت آمده یگان چی میگد یگان تاش آیلاشان یک چی میگد همین خشت دارشان عیبدار میشود که ویس تاجیکستان با همه جا به زنده یتیما بسیار است. درست میگوید. یک خلش میبخشید یک خلش هست که جدا میشد میپرتاید نباشد چی میگد راهی گنده به در آمده میرن. عیب کی؟ عیب همین مردکا، عیب نفرانی که خلال وارد میکنند در خاندان. گنده به راهی پرستوتوت که به میبرن. عیب کی؟ همین مردکا زستاوید میکنند همین راه برود. خداشان همین کار افلاسشان میکند. عیب دار بود بیچاره همین زن ما. کار حلال کندن، زندگیشان حلال ببردن، طالبا می جدا شده که زنکا نامشان چی؟ نامشان گنده سیگده. برای چی؟ حلق مردک چی میگم مسلمان ما پستیان همین خیلی نگاه میکنند. ما نمیدونیم برای چی این مزگیشان کار نمیکند، یگان چیزشان کار نمیکند. من نمیدونم. همه کار خودشان میکند، همه عیبه چپه میکند برای زنکا. سیگده برای چی؟ پستیان نه زنک عیب داره. زنک شده چی میگه؟ دنیا آمدگیش می. اینا فکر نمیکند که مادر اینم زنکه، خواهر اینم زنکه نمیگه. من بسیار همینجا به غریبه بسیار گشتم. داخل بچه ها زن میزند میگه که بیاید شناس شویم. من میگم برای چی شناس میشی؟ اپای خواهر ایلی یگان چی؟
میگه که اوسین من میگم که خواهر داری یا مادر داری، تو غریبی به آمدی رنگ غلام باید همینجا به یک برده نان یافته 2 سامپول یافته که دختر را همه راه میبری. راه میگم یکی معاشرت زنت به زن زن نباشد خواهرت به یا مادرت به درگیجای خیش توار تو یکم معاشرت همین پراغله کن بعد دیگرها که تشناس میشتون میگه که گرد نزن خیش توار من کرده این میبخشه خیش توار تو خیش توار و اینجا غریبی با گشتگی زنها کار خیش توار چی دیگر میبخشید ابا جان بسیار من بله درست گفتید ما همین همینجا با غریبه گشتن من گپ لیش نگه زدگی باشم میبخشید ابا نه درست است مسلمان باید اون چی که بر خودش روا نمیبیند بر دیگران هم روا نبیند نمیخواهد خواهر خودش به راه باشد بر نفر دیگر پیشکش نکند همین راه را پیشنهاد نکند اینا همینا فکر نمیکنند ابا همینا اینا فکر نمیکنند خیش توار همین مردکا همین خوبه سفید رنگ موها رنگ چی میگه همین یک رنگ شیر با این سفید رنگ دیگران بخشید سیگده همین خیلی پس یعنی بله همین خیلی فکر میکند خیلی طوره همین خیلی شدگه برای من همین خیلی فکر میکند متاسفانه همین بسیار همین خیلی چیزا همین جبت چی میگه حلق تاجیکستان بایم حلق دیگه جا بایم چی میگه اورسا یک مقال هسته میگه که آدم چی میگه پلاخای لود نیت پلاخای نسیم دیگه است گوره بله من هم گفته بودم که در دنیا 2 ملت هست یک ملت انسانی و یک ملت غیر انسانی بهترین خواهر جان تاجیک نباشد هم با زبان تاجیکی خیلی خوب حرف زدن من خودم میتیز کیم یک طرف من تاجیکه یک طرف ازبکه برای همون میبستان ساز گفت زدن نمیتونم برای همون فرزند تاجیکستانی ما بهترین من همین گفتن گپم همین که کارمندان تاجیکستان با بار دیگه عزت امانه پسکای همین آزاد بکنند بیارن دوزد برد بیارن آورده روسیه با بمانند با میگم که پرزیدنت همین تاجیکستان استعفا بتیه خون مردم نخورد روزش نزدیک آمد غریبا خیلی بشه میرد حالی مرده همین امام علی درین قبرستان خوب نمیکنه درین کانالزاسیا میپرتیم همینا وعده داده میتونم من برای چی که من همینا لیش نمیکنم همین که جان مخوام آورد برای خواهر جان برای زنگتون من اپا جان شما پرتافتم شما دیدید و فکره خب نه من بعدی برنامه میبینم برنامه گذشته رو نه من ویدیو پرتافتم همه خیلی احوال با دختر تاجیکا دختر همه چی میگه بچه های تاجیکستان هم خیلی احوال با کار میکند همینا خلق بینه دختر تاجیکستان همه خیلی عذاب کشته کار کده است حلال مهنت کده است پسکای بینه خب تشکر خواهر جان من در آغاز برنامه گفتم که 2 دقیقه زیاد قبول نمی کنیم اما چون حرفایتان درست بود این همه را گفتید زنگ بسیار است ممکن است با اجازه شما زنگ دیگر را قبول کنیم تشکر برای سخنهایتان یک بار دیگر چراست بانو زنگ زدن ازبک زبان هم باشند تاجیک را خوب حرف زدن زنگ دیگر السلام علیکم برادر حرف زنید مرحمت خاموش کردن در آغاز برنامه گفتم باز هم موضوع داغی روز را میگیرند عزت امان در حقیقت خداوند اگر آبروی میدی هم گوید به بندهش آبرویی که خداوند میدهد کسی داده نمیتواند بعضا مصیبت هم بر انسان آبروی میآورد آبروی داشت عزت امان اما همین مصیبتی که او را گرفته بردند 1000 چندان آبرویش را برداشت 1000 چندان خیلی از نفرانی که نمیشناختندش حتی شناختند اشتباهی که دزدانش کردند شاید برخورد اونها نمیدانستند که تا چه حد خطای بزرگ کرده ایستادند
همین پوفکی دم کرده ایستاده منتظر سوزن بود، همین سوزن خلید و مهاجران کلی مهاجران را بیدار کردن، خودشان بیدار کردن، کسی دیگر نه. خب نفره که از بردنش اینقدر مردم میشورد و بیداری در آنها انگیزش مییابد، البته انسان عادی نخواهد بود، انسان عادی که نیست. برنامه پرنده های مهاجر است. موضوع برنامه قدر کلین است. یک پهلوی دیگرش را خواهرجان گفتند کمبغلی کلین ها را طعنه میکنند. خب پسرشان دوست داشته آورد، با همان زیستن معقول است. و کلین بسیار بیارد هم کم بیارد هم برای خودش میبیارد، برای اهل خانواده کنده این لباس ها کمبغلیش را طعنه کردن. این خیلی حالت هم خیلی بسیار می شود. از قفای جهاز شده خانه به حد بسیار ویران می شود عائله ها. چرا؟ چون که چیز پرستند، چون که آن خدایی که پرستیدنش واجب است کمتر از خاطر می برارند. جهاز مادیات چیزی که پوسیده می رود همان چیز را می پرستند و کلین را از روی بایگریش خانه درش را نگاه کرده خواستگار می شوند. مثلا منصب پدرش را نگاه کرده خواستگار می شوند. انا همین خیل بسیار نفرانی که از روی حسنش کلین انتخاب می کنند نه بیریکانی نه آنقدر صاحب حسن به دست می آورند. اینش هم هست، فراموش نکنید. خب قدر کلین جایگاه کلین است. موضوع امروزه می توانید زنگ زنید بابت این موضوع حرف زنید. یک حادثه های هستند که مثلا جوان نمیخواهد عائله دار شود. جوان میگوید عمرم در روسیه میگذرد، چیکار میکنی؟ مادر مرا خانه دار کرده، من در آنجا دوست داشته دارم، من در آنجا همسر دارم، حیات نفره را نسوزان. اما مادر چی میگوید؟ جای را نوبت را به اوکهایت باید دهی، تو باید زن گیری، خیلی تو زن را گیر، خدمت کرده میگردد، تو را به روسیه رفتن گیر. انا همین خیل. بعد وقتی که 2-3 سال جوان نمی آید مادر میگوید زن و فرزندانت یاد کردن زنگ زدن. انا زنگ زدن میپرداریم. السلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایند برادر جان. دادر هستید شاید. خواب ما دانی مرو سیگا پاپا جان که ای کارو بو گابزانی من یاجی دینشید ما درام پرونده مهاجرای چی بود درباره که عزت همون یاد سخن داشتم، همچون یک مهاجر همچون یک مسلمان. مرحمت. اوزی در افیری بو نو در یوتیوب هستای اکای میگم اکای حسین دا ما چند بار گفتم بگم همین گپا نشید. ویدیو دیدم بچه اکای عزت همون ویدیو کدای که ای مهاجرا شما مقصد زد میبزنیم پدر ما که بود تصاوز خوبه در امنیت در کجای اوزی در تاجیکستان در کراچی ویدیو کدای که مهاجرای خیلی کنه مادر او در ویدیو شما پاجان بوارم کنیم همین امروز دیدم که وجودی ما نتوی بلغزه در اومد مادر او زورا کسایی که مثال غریبو کجا شما مرد میگه نیستیم مورا خیلی میگه مهاجرا ما مردیم ای مادر ما مردیم انشاءالله و رحمان اول الله همه بخواست خدا میشه دیمش مادر مقاطی شما هستیم انشاءالله و رحمان میشه همش بخواست الله با بچه گفتنیم که بچه از خیلی مرغی نکه مرد شد پدر تا خیلی نترس پدر تا خیلی هر گپ میگن تا نیاد در ویدیو نکه مهاجرا را نگو مردک شب بخیر کم گپ زن نترسه و الله بزرگای نه اینکه بندش ای بندش نترسه الله بترسه بخیر پدر تا ختم زد شب 100,000 مهاجر پشتی پدر تا گپ زسته آخه تو میبروی خیلی میگو. خب دادر جان اگر فرزند مردی حتی شایی نه قدر گپ پاپا جان میخواستم بگو بکارم دانی مامن اون وقت جلو کردم گفتم من گپ ما بگو. دادر جان میدانید اگر شما هم در تاجیکستان باشید حالت فرزندی عزت امان را میدانستید در تاجیکستان دشوار است. راست گفتن دشوار است در تاجیکستان. تاجیکستان در فتنه دیدن امام فرعون پیدا شده که نامش امام رحمان است. اما شما میفهمیم الله بیار تو همین آدمایی که ما را گوش دارد الله همه طریق رحمان باشه برای که ما یک امتیم
امت محمد صلی الله علیه و سلم. تشکر دادرم، بسیار تشکر برای زنگ خب، هم برای احمد، گفتارتون هم. دیدید باز هم درد شنونده رو باید گفت. شنونده قدر کلین را یک طرف مونده، باز هم عزت امون میگویند. همینطور صدرالدین عینی یک شعر که داشت، شاید در زمان عینی هم همین بیدادی ها بودند که میگفت خواه همین خانه بیداد و ستم ویران باد، خواه همین محکمه جور مزارستان باد، خواه همین تخت که شد باعث بدبختی ما ریزه ریزه شده بر خاک سیه یکسان باد، خواه همین تاج که اشرتگه جلادان است پاره پاره شده بر زیر زمین پنهان باد، خواه همین زمره که امروز ترحم نکند دست بسته به در محکمه ها حیران باد، خواه همین مفتی و این قاضی و این شاه و وزیر سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد. زنگ نو. شعر از صدرالدین عینی بود. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام دادرم، گوش میکنیم. اپای عزیز، خواستم راجع به یک موضوع صحبت کنم، اما میخواستم که بپرسم که راجع به دیگر موضوع نباشه برنامه شما. قدر کلین بود موضوع امروزه ما، اما علاقه از موضوع بر آمدیم، باز هم عزتمان را پای گرفتند شنوندگان. خب درست است که میتونیم در دیگر موضوع هم صحبت کنیم، درست؟ مرحمت. خب خب یک نقطه نظری من است که میخوام به کلی مردمی که مهاجر هست یا اینکه شهروند تاجیکستان است، مقصد یک گفتنی به آنها دارم به کلی مخالفان. من خب هرچند جوانم هستم ولی طرفدار مخالفین هستم، چون اونا حق هستند، چون شما حق هستین، ما همه وقت در اطاعت شما هستیم انشالله. من گفتنی دارم که وقتی که حاضر مردمی تاجیکستان یعنی خب قومت خود بالا کردن و میخواهند که به میدان ها بریزن، یعنی که انقلاب بکنن. دیروز در برنامه خوب گوش کنند، اکای حسین اشو گفت که وقتی که مردم شما گفتین و بیدار کردین، مردم وقتی خواهش دارن که ببروین به میدان، شما اونا را مقصد که دستگیری بکنین، عقیب نزنین. هرچند که ما میفهمیم که شما نمیخواین بگین که ببروین، چون برآمدن یعنی انقلاب این یک مشکلی خود دارد، یعنی که هر چیز بودنش ممکن است. ما میفهمیم که شما نمیخواین یک مصیبتی مردم تاجیک دیدن، ولی شما خوب گوش کنید، وقتی که مردم خواهش داره شما اون را یعنی که دل شکسته نکنید. چون دینا یک برادر گفتن که ما میخوایم انقلاب کنیم ولی شما میگن که دیگ شما میجوشد. خب دیگ که جوشید مردم میبروه، بعدا شما نقص فکر کنید که اینقدر مردم تاجیکستانی که برآمد و مقصد اینقدر خواهش انقلاب دارد، اونا را اگر و یا یعنی ما اگر انقلاب نکنیم در روزهای نزدیک، باوری کامل قطعی ما شما را میگم که برادر بعد یک چند روز عزت امان ما را میبرند کنج ترمه، چند 20 سال دیگر محکم میکنن و هر یک مهاجر که ایجا میروه یک تا اگر ترمه نکنه حداقل این کمی کم با $5000 اونا را یعنی چی؟ بله. جریمه میکنن. این صحبتی که من با شما میکنم، من یک کارمندی درونی یعنی که خیلی نزدیکی من هسته که همین سخنی که مرا گفت من به شما یعنی که خطاب کرده استم. مردم هر کدامی که برآمدین به چهره آشکار سخن کردین، شما اگر نبروین یعنی ما نبروین، خب من هم با چهره آشکار صحبت کردم، اگر ما نبروین روی ما سیاه شدگی حیاتو نبروین. خب یا اینکه میبرویم یا اینکه نمیبرویم و میبرن محکم میکنن، هر ظلمی که بخواهن میکنن. این گپی مرا شما حیاتو نبروین. خطاب به همه شما. خب خطاب شما را قبول کردیم. اینجا زنگ بسیار است، دایره ما گفتار شما حرف میزنم بعد از آن که زنگ نو را قبول کردیم. بله. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت گپ زنید.
اپا جون ما از زمین قضیه عزتمون میخواهم گفت زنم که عزتمون رو آزاد کنم. خب الهه آزاد شود. بابت موضوع امروزه ما چی؟ و موضوع امروزه شما کلین و خشتمان میخواهم که کلین ها قدری مادران برسن. خشتمان یعنی مادری کلین ها هستن. کلین ها هم که خشتمان میباشن. برای این بله. با اپا جان گفتنیم که به همین قضیه اکا عزتمون از ملاهای درون تاجیکستان اولین با بابای ایشان نوردین جان همه ملت آواز جوای انتظارن، همه در امی چیزی آواز امی چیزی بابای ایشانن که همو چیزی وای اش که عزتمون آواز بلند کنن. بهترین خواهر جان، میگویند که درد را پنهان کنی تبش معلوم میکند. ما یک برنامه فرهنگی، برنامه ادبی تشکیل کرده، اجتماعی تشکیل کرده امروز مطرح کردنی بودیم، اما باز هم مردم عزتمون میگویند، چون امروز نبض ملت تاجیک با نام عزت امان میتپد. عزت امان با همین دو هجایی که نبض میتپد عزت امان گفته ایستاده است. زنگ نو را قبول میکنیم. بله. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. گوش میکنیم خواهرم. برای گوش کردنتون تشکری بسیار. شما هم زن هستید، شما هم مادر هستید، شما هم فرشته هستید. برای همین از شما خواهش میکنم که وطن آباد تاجیکستان آراممون رو ناچیز نسازید، چون که در اون میتینگی که مردم میکنن خون جوانان میریزد، اشک مادران میریزد. برای این مادر شما که هستید، شما باید حرمت خودتون، سطر سری خودتون دانیدون، جوانان رو یکدیگر پیغمان نندازید. التماس میکنم من هم مادر خود 92-95 بینید چیخت مادران بفرزن، چیخت زنها بشنون، گوش ما تشنه مدر میچندیم، نانی جال میخوردیم، نانی جواری میخوردیم مادر جان. برای این التماس بینید جوانان بفرزن، مادران رو عشق نریزید. التماس از ما خواهش میکنم مادر جان. خب البته مادر جان، من درباره قدر کلین امروز موضوع کرده ایستادم. اخوا نبود. مردم عزت امان گفته ایستادن. نبض ملت امروز عزت امان میگوید. گوش کنید مادر جان، بخشی زیاد میدونم که عزت امان ما هم در پروگرام ها در یوتیوب تماشا میکردیم که عزت امان خیلی انسانیه که بود که به تمام مهاجر یاردم میرسید. در همین کرونا ویروس مرده های تاجیک های خیلی سرشته کرد. شاید با دولت در قانون دیده عزت امان را آزاد کند. این مخالفون حاضر گویا که کارشون بسته و برزی تاجیکستانی از ما برزی جناب عالی پرزیدنت محترم ما برآمده ایستادن. شرم کنن مردم، جوانان رو خونش رو نریزونن. ما نمیخوایم که خونی جوانان ریزن، مادر رو عشق چرون ریزن مادر جون. خب یگان کس نمیخواهد خون ریزد. من هم فرزند مهاجر دارم، خودم هم مهاجر هستم. یگان کس جانبدار خونریزی نیست. مادر جان حاضر یک تا زن برآمده میگوید که من یک تا فرزند دارم، عکسم شما به نشان ندادم که پدرم هست مادرم هست. همون زنی که اومده است در همینجا مهاجرت کار میکند، شرم از پدر که گهوارش نمیکند، شرم از پدر و مادر پیرش نمیکند که برآمده اینقدر جناب عالی گنده میکند. جناب یک تا خودش ما یک تا گنده که در نزد جناب خدا ما گنده کرده سگیم، یک جناب عالی با ما چیکار میکند؟ خب اکنون اپا جان گوش کنید، چی باید کنیم که جناب عالیتان عزت امان را رها کنند و چرا برده باشند؟ من هم به طرفداری عزت امان میگویم که شاید در چارچوب قانون
امنیت های تاجیکستان دیده برآمده ایزد امون رو آزاد کنن. من هم نمیخوام که ایزد امون پسی پنجره شد. با من ایزد امون نه نقضیش رسید نه گندگیش. لیکن نیز دیدم که ایزد امون با مسافرو بسیار خدمت کرد. در بالیسه کی بود ایزد امون بود، در پیش مارک کی بود ایزد امون بود، در پیش مدرسه کی بود ایزد امون بود. من خدمت ایزد امون رو قدر میکنم. این حاضره خیلی دخترایی که برآمده خودشون مادری تاجیک میسابن صدقه نام زن شوند، صدقه نام مادر شوند. اونها میخواهند که خونی برادرشون رو ریزن. ما بین عروس تاجیک جنگ انداخته هستیم، ما بین برادر جنگ انداخته هستیم. من میگه در تاجیکستان، من در روسیه، ما هم در روسیه اومده خدمت کردیم مادر جان. حاضر اگر کبیری پرزیدنت شود، ایزد امون شود یا جناب عالی محترم امام رحمون با ما یک نمیتر، ما عقب دستمون نمونیم. خدا با شکر میکنیم که تاجیکستان آباد، تاجیکستان جنگ نیست. مادر جان، عین حال که شما اینقدر همان پرزیدنت را گفته جناب عالی تا مرتبه بلندترین، جناب عالی گفته خداوند را میگویند تا مرتبه بلندترین برداشتید، برای همین مهاجران هم عزت امان خیلی بالاتر از همین ایستاده است. خیلی بله اونها هم من برای عزت امان امروز خیلی مادران زنگ زده و من هم میخوام پیش از سخن گفتم که من هم میخوام که به عزت امان آزادی شود. شاید عزت امون رو امنیت تاجیکستان در چارچوب قانون دیده به خاطر مهاجرانی که خونی جگر خورده امروز دوست تنگه کار میکنن، به خاطر همون مهاجرا عزت امون رو آزاد کند. من نمیخوام عزت امون پسی پنجره شود. یکی مخالفانی که بر ضد تاجیکستان عزیزان عزت امون رو دستگیرک نکنن، از پشت عزت امون نخیزن، مردم رو به توسط اخوانگیزی نندازن. خب شاید نفرانی که بردند عزت را آنها همین مقصد داشتند که مردم شورد، مردم برخیزد، خون ریزد و به آنها هم شاید چیزی میرسید که میگرفتند فرار. همه این طرحریزی شده است این برنامه. من هم هرگز نمیخواهم جنگ شود. من هم سالهای 91 92 را دیدم. عین وقتی مکتب ختم کردن ما مردم به بریده نانزار بودند و از چندین نفر طالب علمان 20 نفر موندن، باقی را جواب دادند روید ریسکتان را پیدا کنید، مکتب برای شما نمیتواند کفالت دهد که تا آخر تحصیل میکنید. این خیلی روزها را من هم دیدم. خواهر جان، من شما را فهمیدم که نمیخواهید جنگ شود، فهمیدم شما هم جانبداری عزت امان هستید. میفهمم شما را. من هم میخوام عزت امان با آزادی برو. من شما را خیلی خوب درک کردم. یگان کس جنگ نمیخواهد، خونریزی یگان کس نمیخواهد. برای این مادر جان صدقه نامتون شوم، صدقه سطری سرتون شوم، چون که شما یک فرشته در نزد قانون شدگید، مردم رو گوید که برادر به برادر زد نشود. خب مثال حاضر در یک گویله 4 نفریم، 2 تیم ما بر ضد جناب عالی امام رحمون میبریم، 2 تیم دیگه ما برای مخالفون کتری و اپا جان اشان زیل میبریم. این نباید این کار شود. شما برای دفاع پرزیدنت بیاریشون رو در وطن نشون کنند. بگذار جناب عالی فبری کنتشون زواد نکرد، تمام جای تغییرات بگذار. من این کلبرویی که خداشون شهر میدان غریب میگیرن، بگذار وطن را آباد کنم. خب اپا جان، شما که اینقدر دفاع میکنید از راهبر دولت، مهاجران هم عیناً در همین حال هستند، دفاع میکنند از راهبر خودشان، از راهبر حقوقهایشان. هر دو برابره. من چیزی از سخن شما گفتم که من به عزت امان آزادی میخواهم. نقدی عزت امان به من نرسیده است. من به عزت امان محتاج نبودم، لیکن میدیدم که مردی بود که در تمام مارک، در تمام ملیسخانه، در تمام بالوفه عزت امان با مردم مهاجر سر کار داشت. لیکن مردم حاضر برای عزت امان شده برادر به برادر جنگ نمونند. شاید رحم در دل کارگرای امنیت افتاد به خاطر مهاجران که امروز خونی گیر خورده 2 تنگه ناچیز میابند، شاید به همون خاطر عزت امان رو آزاد کنند. لیکن یک زنی که برونده من مادر تو صدقه نام زن شوی، تو صدقه نام مادر شوی، تو صدقه فرزند شوی، تو یک پایشه آمده که در رسه خودت باختی تاخته پول جمع کردشته که میگه پدر من نفهمد میبرم، مادر من نفهمد.
ابا جان خیلی خوب میشد، خیلی خوب میشد که آداب معاشرت را رعایت میکردیم. اگر آن زن پاک دامن است، تهمت زنا بر آن زن گفتید خوب نیست. البته من در همان تاجیکستان کار کردم، در مجلس های حکومت تنها به خاطر همین نیم متر متایی که در سرم دارم من اجازه ورود شدن نداشتم. السلام علیکم. گوش میکنیم شما را زنگ میزنن. خب اجازه ورود شدن نداشتم و یک جمله میگفتن لباس ملی پوشیده بیا. روی مال من فرانسوی نبود، اجنبی نبود مثلا، یا همین نیم متر متای سر من از افریقا و امریکا و از سیاره مارس نبود که یگان نجات بخش سیاره گرفته آمده باشد. لباس ملی خود کارمندان نداشتن در حکومت. مینی یوبکه لباس ملی نبود، اما با لباس ملی درا انا این خیلی حالت ها بود. برای برآمده رفتنم چی سبب شد من نمیگویم. من نمیخواهم وطنم را پس زنم، نمیخواهم آبروی نفر را پس زنم، اما مجبور میشود انسان، مجبور میکنند. اینقدر دفاع کردند از جنابشان. مثلا مهاجر هم همینقدر حقوق دارد. مهاجر هم میخواهد که جانب همین جناب خودش را گیرد. نفره که 30 سال خدمت کرد برای مهاجر جانب عزت را گیرد. همین طریق بینید کجا شدیم. قدر کلین کجا شد؟ انا اینجا نوشتن چی گفته شتن زچم اینجا مشکل مردم بسیار کار نیست. در تاجیکستان مردم راه روسیه را کوفته گشته است. کلین نگوید، عزت گوید. گفته خیلی نوشتند مردم. و خب بیاید زنگ دیگر را قبول میکنیم. الو. السلام علیکم دادرم. و علیکم سلام. حجم خوب هستین تنجین؟ خدا را شکر میگویم و مرحمت گپ زنید. اپاجان هم یک زن نو برآمد گفت که عزت امانو بسیار تعریف کرد، پیشوای ملت ای خیل و او خیل گفت جوانا را از راه نزنین. گفت همین حکومت تاجیکستان جوانا را خودش مجبور داره که همین خیل یعنی که به همون دیگر گروه ها بپیوندن. اپاجان همون زن همون مادری که برآمد با یک زن دیگر را گفت صدقه نام زن شوی. من به همون زن گفتنی هستم، به همون مادر که صدقه نام زن شوی، صدقه نام مادر شوی. زید سعیدов میخواست که وطن آباد کند، وطن ما پیشرفت باشد. کجا شد زید سعیدов؟ رئیس شرکت امید 88 یک تاجر موفق کجا است؟ آیا اونها هم از حزب نهضت اسلامی بودند؟ رئیس شرکت امید 88 حزب نهضت اسلامی بود؟ نه، چون که این حکومت که ما امروز داریم این را حکومت گفتن نمیشود. اپاجان این حکومت یک حکومت عائلوی است. همه تجارتی که در داخل تاجیکستان است، چی آرد است، روغن است، همه تجارت مونوپولیا کردگی است از طرف دامادها و دخترها و پسرای همون رحمانوف. اینو میخیزن، این مادر این زن میخیزه اینجا جناب عالی این خیل کرد، جناب عالی اون خیل کرد. جناب عالی را برخستر بچه های جناب عالی را بینه در ناحیه جلالدین بلخی با چی کارها مشغول هستن. اونا یک چوپانزاده ها، کسانی که چوپانزاده بودن واقعا. همین حسن اسدلایف در یک سلپای همون ناحیه جلالدین بلخی یک بگیم که گروزچی کار میکرد، بعدا مغازه در همونجا به حیث چی میگن فروشنده کار کرد همونجا. یک گروزچیک بود این انسان، حاضر میلیونر سامان ایر دارد. این شرکت ها پلکو به حساب هستند. میبرند در این وطن آباد کنین. وطن از زید سعیدов میخواست آباد کنند. کجاست امروز؟ شرکت امید 88 کجاست؟ همه را خائن برآوردند. اینا میخواهند که همین مردم با همین ترس و لرز، با همین یعنی که افراطگرا و هر چی اعلان کنن بترسانن. همین سلفی و وهابی گفته خودشان دارند کیف صفا میکنن، شرکت ها را هم را شخصی کردن، خصوصی کردن. حتی یک خسر بچه همین رحمانوف حاجی رحمت الله گفتنی یک کلخاز همین در همون ناحیه جلالدین بلخی یک کلخاز شخصی کردگی است با تمام همون اهالی کلخاز. همه زمین ها شکاری که بخواهم میکند.
پول جمع میکنن، راه ساز میکنن به نام حاجی رحمتالله یا پسر حاجی رحمتالله یا فلان و دیگر. این خیلی نمیشه و پیشرفت کرده. مادر عزیز، مادر گرامی، اگر من میشنوی یک بار چشمات کلان کشو، در یک جا بدرو، یک کس پرس چی گپ در تاجیکستان، بعد اینجا بدرو دیگر زنا را طعنه بزنه یا دیگر جوانا را طعنه بزن. خواهش میکنم سخنهای قبیح نکنین نسبت عزت امان. عزت امان پرزیدنت مهاجران است در شهر روسیه، در شهر مسکو. ما عزت امان را احترام میکنیم. ما اون شخصیت رو نسبت به پرزیدنتی که امروز داریم ما بسیارتر عزت امان را احترام میکنیم. کی است اون جناب رحمانوف خودش؟ ما بار اونا ندیدیم که در بین مردم باشد، در بین ملت باشد، یک کار کرده باشد که به منفعت مردم، به منفعت فرهنگ تاجیک، به منفعت دین این ملت باشد. هر کار میکند خلاف قانون است، هر کار میکند غیر قانونی کار کرده ایستاده است. ما اونا انتخاب نکردیم. بگذار در همون تاجیکستان چیکار میکنه بکند، با ما کاردار نشود، با ما مهاجران کار نگیرند، عزت امان ما را برگردانند به نزد ما. ما انایی نمیخوایم مادر گرامی. همون پرزیدنت ای شما چیکار میکنین؟ میخرین، ششلیکش میکنین، نخوردم خیلی نپخته میخرینش. همون ای شما نه که عزت امان باید برگردانیده شود به روسیه. در کار نیست به ما خیلی پرزیدنتی که پرزیدنتی مردمی نیست، پرزیدنتی اویلوی است. او خب افا جان اگر یک کمی بلندم گفته باشم سخنای پست بلند عذر میخوام، این برنامه جای این سخنا نبود، اما دیگر نتوانستم افا جان، عذر بخشش زیاد افا جان. خب دادرم، هر نفر حقوق دارد که حرف دلش را گوید. موضوع امروزه ما یک میکروفونی آزاد برین شده رفت، قدر که الان را یک طرف پیچانیده موندیم. زنگ دیگر را قبول میکنیم. بله، السلام علیکم. الو. بله خواهرکم، السلام علیکم. خب گوش میکنم. من از فدراسیون روسیه سوردلوفسکی اوبلاست با شما حرف میزنم. من از حکومت تاجیکستان طلب میکنم که عزت امان را آزاد کنند. ما هممون آزادی او را خواهانیم. از سوردلوفسک، یعنی تا سوردلوفسک شاید کمک او نرسیده باشد، همین طور، اما میخواهند آزاد شود. آره، من فقط برای من یک بار کمک اون کس رسیدگی بهترین. خب مثلا من 100 بار به کنسول زنگ میزدم، همین سوردلوفسکی اوبلاست، کمی من از شهر دور هستم، زنگ میزدم کنسول نمی برداشت، میگفت امروز روز کاری نیست، امروز زنگ نزن، فردا زنگ بزن. یک بار به همون عزت امان زنگ زدم و همین تلفن کار من رو وای بود کردگی است. بهترین. نه تنها از من، از صدها نفر رو او بود کردگی است. این اپا جونه که طرف رئیس جمهور رو گرفت، باشه هر کس اینجا فکر خودش رو میکند، اما ما میخوایم که عزت امان آزاد شود. اگر ما خاموش بیستیم اپا جان، باید اکستریمیست تروریسم گفته میبرند 20 سال پس پنجره میکنند. ما دیگه خاموش نمیستیم، بسیار کسا رو از دست دادیم، نمیخوایم عزت امان مثل اونها شود. خب صدای خوش، صدای رادیویی است. خب خواهر جان، اینقدر جوان و اینقدر تصورات خوبی سیاسی هم دارید، خوب است. من جانبدار یک طرف یا دیگر طرف نیستم. روزنامه‌نگار به هر دو طرف باید یک خیل نظر کند. آن مادر هم طرفدار عزت امان بودند، شما هم طرفدار هستید. وای نمیخواهد خونریزی شود، شما هم البته نمیخواهید، اما با راه خوبی که حل نشود راه دیگری که نمیماند. همین طور اپا جان، ما چند بار ویدیو کردیم با همین لیستهای خودمون رو شد حرف زدیم. طرف همون حکومت تاجیکستان هم پیشنهاد کردیم اگر عزت امان قلابی کرده باشد، چند قدر پولی که باشد شما او رو اثبات کنید، ما مهاجرات تیاریم، تو برابر او رو پرداخت کنیم، اما عزت امان رو برگردونید. 10 روز شد از اون طرف هیچ خبری نیست، هیچ کس به ما نمیگوید که به کدام سبب کی او رو آورده است، چرا آورده است، این قلابی کرده است، هیچ کس هیچ چیز نمیگوید. دیگه ما مجبور هستیم به خاطر که ما اینجا رنگ همون مثل که راه خود را گم کردیم، همین گونه شدیم در این ملک غریبی. خدا اپا جان، غریبی بسیار مشکل است.
اثر گذرانیدیم. بله در روسیه بودم من هم. کوی سخته بود غریبه، تا 50 درجه سرد میشد کراسنایارسک میدونم. آره من همین طرف سردی هستم، خیلی سرد می شود به خدا، اما مجبور هستیم. میگن که در وطن کار کنم. من خودم خواندگی فرماسیف دیپلمی همین کراسنی دیپلم قطعی و روسی گویم، اما چیکار کنیم؟ مجبور هستیم که در غریبی کار کنیم. نمیشد، در تاجیکستان نمیشد. بله من میفهمم. دیپلمی سرخ میگیرند در تاجیکستان، اگر کار نیابند در خود تاجیکستان هم یا راننده میشوند با دیپلمی سرخ دو، با یا در مردی کار بازار میبرایند. خوانده و نخوانده در اونجا یک خیل است. آره اینجا نیست. برای همین سر قدر کار به خدا. بهترین خواهر جان، حرفای خوبه بودن. کمک عزت امان به تمام روسیه رسیده است. من در کراسنایارسک بودم، حتی زنگ زده از او خیلی رقم ها را گرفته بودم، خیلی راه ها پرسیده بودم چی کار باید کرد. کمکش رسیده بود، طریق تلفن باشد هم همینجا هم باشد کمکش رسیده بود. یک 2 یا 3 روز قبل از بازداشت شدنش مصلحت پرسیده بودم. انسان خوب است. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام برادر، گوش میکنیم شما را. ابا جان صدای خوب است؟ مامتی خوب است؟ بله شکر خداوند سازآفر. آزادی با کیج استمون. آزاده. اینجا یا خیلی بگم خلاص کرد، هر خیلی گپوی بعد گفت که دخترای تیپ زنکو تاجیک میان در اینجا چی کارهای بد میکنن. ای خدا نمیترسه گپو میگه. منم در این فکر بودم، شاید بعدی گفتن پشیمان هم شده باشند. زن احساسی میشود، بالای فعل چی گفت نمیدوند، بعدا شنیده کمی پشیمان میشود. تماشا میکنند. خیلی از جمله هایشان بله نادرست بود. ما یکم آدم با جنگ با یکم چی دعوت نکردیم. ما پس میخوایم آزادی یک عزت ما. وای هر گپوی خیلی دیگر خیلی فهمیده با فکرم، دیگر خیلی گوش کرده. تیپا ما یکم کس جنگ دعوت کردیم و ما یکم جنگ کردنی نیستیم. یگان کس خودریزی نمیخواهد. بله ما باز هم خیلی سرجم شده میخوایم که همه مردمی تاجیک همه وقت سرجم باشیم و گپ یک دیگر را گوش کنیم یا دیگر را واجد کنیم یا دیگر را حرمت کنیم. حرمت احترام چی وقت باید برمون طور نکنیم. خب برادر جان، بابت همین موضوع امروزه ما هم حرف یگان گفتنی دارد؟ قدر کلین ها بود، مثلا کلین هایی که عمر جوانیشان را در پی انتظاری گذراندن در راه مهاجران. اپا جان میبخشی ما بیزه ندارم، ما در این چیزا یکم چی گفتنی تو نیستیم. ما پوستم خواستم برای همو خولم که نگنم خیلی گپای قبیل در پور خیلی زمان مهاجرت. بله بهترین. خب یعنی عزت امان آزاد شود و کلین ها خوشبخت شوند انشالله، همینطور؟ بله ما خواه نمیخوایم، میخوایم که هم زندگی خوب داشته باشه. الهه نیت هایتان را جامعه عمل پوشند. قبل از رمضان بیاید دعا کنیم، نیت کنیم همگی جامعه عمل پوشند. به غیر از یک نفر بود شرافالدین گدایف که آن هم با همان راهبران کشور هلند سر زدن، برآمدن، دخالت کردن، آزاد شد. باقی دیگرها را آزاده گفتیم در رسانه های اجتماعی با رسم هایشان خود را معرفی کردیم، اما هنوز خوبی از آن طرف ندیدیم. بله السلام علیکم. زنگ دیگر. السلام علیکم. و علیکم سلام دادرم، گوش میکنم شما را. خاموش شد یا دیدید؟ نبض جامعه میتپد با نام عزت امان. من رسا 39 دقیقه 40 دقیقه حرف زدم درباره کادر و درباره جایگاه کلین، اما باز هم مردم برایند عزت امان گفته صدا بلند میکنن. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. الو. السلام علیکم. و علیکم سلام، گوش میکنم شما را. میدونید من چیا گفتنیم.
هر کی کار نیک یا بد میکند آن میدان که با خود میکند. درست. بعد هم میکند با ما خود باور کنین اپا جان، باور کنین اپا جان، ما سنگ پترزبورگ زنگ میزنیم، ما برای می اکای زد به حد غمگینیم. روز همی قبیل یانجا باور کنیم 2 روز نه قدر بعد 2 روز هر روز که چند بروی گیره میکنیم باور کنیم چقدر موزیقیم. ما یه خیلی آدم زنگ میزنن که با ما چی کار کرده، با ما هیچ کار نکرده، اینه که ما ایوه دیفا میکنیم و اوضاع نباید خیلی بگوان میدونه وای نوارای وای خودش بسنده است آخر. درست است. ما دا آخر شما هم یاردم نکرده باشه هموطن های ما یاردم کرده یک وقت. بله بله. یک خودی همین دوران کرونا از مسکو 60 مرده را که تماما برده نشد و اجازه ندادن در همانجا برای دفن کردن راه اندازی کرده. باقی مانده ها را 2000 با کمک عزت امان به تاجیکستان فرستادن. اپا جان آخر و این هموطنای ما را یاردم کرد. آخر او خیلی آدم در پیش گرگ مانی گرگ نمیخرشه. خیلی این انسانیت است که همه خیلی انسان هم میگیرم. ما آزادی با عزت امان میخواهیم. تشکر خواهر ما هممون اویلوی، همه خیش توارا، همه میزادن، هموطنان مهان زیخه میدونیم. انسان بزرگ هستید. و نواراش تماشا کنید میدونید چقدر آدم نمیدون ما را حکومتیمون این خیلی یاردم کرده نیست ایده نباید این خیلی کنن. سعدی بزرگ میگوید تو که از مهنت دیگران به غم نشاید که نامد نهند آدمه، اینقدر پای یکدیگر علم کشیده گریه میکنید برای آزادی همدیگر. راستی از تاجیک بودن در همین حالت ها خیلی فخر کردن، افتخار کردن میارزد. خواهر جان تشکر برای زنگتان. مایلش خوب. البته ابال آب دیده های شما میگیرد اگر عزت امان را آزاد نکنند. مبادا که چنین نشود، آزاد شود الها. بینید ورق زده ایستاده یک شعر که به دستم افتید. یک روز میرسد که تو هم میروی رئیس، با امر یک ایمای قلم میروی رئیس. کرسی وفا نمی کند، یک چوب لطه پیچ، افسرده یک آهی بدم میروی رئیس. چون کاسلیز های تو گیرند جای تو، های کشیده در دو عالم میروی رئیس. فردا به روز سخت قیامت چی میکنی؟ امروز که شکست قسم میروی رئیس. روزی که رفته میدی هم از ته دل سلام، روزی که رفته میدی هم از تحت دل سلام. گیری علیک با سر خم میروی رئیس. این برای کل رئیسایی که قسم میشکنند، ظلم میکنند، استبداد میکنند. گفتن عزت امان نزدیک گرگ مانی گرگ نمیخورد. آخه گرگ سنیتری طبیعت است. گرگ بیمار میخورد، گرگ نادرکار میخورد، گرگ نفری را میخورد که در همان طبیعت ضرر میرساند. گرگ عزت را چی میخورد؟ عزت لازم است به طبیعت، عزت بر جامعه انسانیت لازم است. اما با عزت را بودن کسی عزت فزوده نتوانست، برعکس همان نولو از میلیون چند فایز عزتشان را هم برباد دادند. آن همین طور. خب برنامه پرنده های مهاجر بود. نیم ساعت دیگر فرصت داریم. زنگ زده حرف زده می توانید. موضوع امروز هرچند بابت کلین بود اما باز هم برگشتیم جانب عزت امان. زن میگرید رقت می آورد. هر زنی که میگرید رحم کس می آید گریستنش می آید. درست است. یک دانشجو نزد معلم می درآید، دانشجویی که مادرش بیمار، پدرش بیمار. بیایید زن قبول کنیم بعدا میگویم. السلام علیکم. و علیکم السلام آقا جان. گوش میکنم برادرم. متاسفانه دیرتر در اومدیم در چی شما با فکرم درباره کلینه موضوع شما. بله بله. راستی خودی همین کم تر پیش همراه زوجم گپ زده بودم، خانه زنگ زده، خودم در مسافریم.
زوجم گفت بیفره شدم کم در درون کارتوشتا کار کردم بیفره شدم یک تستر دخترم یا بچه هم کلام شده کلین گیرم و بعد وقتای بیفرگی یک مقصد پوچه همو مساج کنن و مساج کنن و یا میان ما کمتر مساج کنن بعد شوخی کرده گفتم خدا چند قیه که خشنمان رو کرده باشی کلینیت هم همو قمه کنه قیه شوخی کرده بعد همین تلفن رو خاموش کردم و چی شما شدم که همین افی رفته سایو درباره کلین حرف میزنیم. بله خواستم همین را به شما گویم کدومه که میخواه که در پیرین راحتی کلین بینه خودش بخشنامانه هم ادامه خاموش شد. نه من صحبت تمام کردم اما میخوام میگم که کلین هایی که امروز میخوان که فرد از کلین های خود مقصد چنین راحت بینن امروز میتونن چه خشنامان های خود رو چنین شرایط رو فراهم کنن. درست است. شعر هم بود همین خیلی سال دیگر اینجا که تو هم خوشنامند شوی مادرش را مادر گو تو هم مادر شوی هر قدر احترام کرده حرمت کرده همان قدر میبینید آینده اما همان جدولی که باید اونجا عدالت رعایت شود نسبت کلینچک ها درد آنها را هم درک کردن باید ما درباره همین حرف میزدیم حقوقش حمایت شود. خیلی خوب است که بابت موضوع حرف زدید. خیلی خوب است. خوب بسیار تشکر. خوش میشویم وقتی تشکر. خوش میشویم وقتی که از روسیه زنگ میزنن با همسران خود گفتاری خوب میکنن و همان همسرشان شنیدن همین صدای همسرش شوهرش کفایه است که زنگ زده شنیدن خوب خواه حرف درشت میگوید خواه حرف خوب میگوید صدای همسر رو شنیدنش کفایه است خستگیش فراموش میشود. طبیعت چنین آفریده شده است. بله السلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم برادر شما را. برای برنامه پرنده مهاجره؟ بله بله. اونجا کامپیر به زنک بود بیسو پشتی هم رحمون اگر بود بعد هم یک خیلی زنک هم مادر گفتن در کار نیست های نگور میشه اگر خیلی زنک هم مادر بگوی پشتی هم حرام هم میگیرد که توجیزونه با یک فوش خونه تبدیل دو اگه توجیزونه و پشتی میگیره بود همین گپ گفتن نمیدونم ده شاید آگاه نباشند از این همه جزئیات قضیه شاید آگاه نباشند همه آدم یک گپ گفتن نباید 10 طرف باید نگاه کنی باید گپ زنی 10 طرف خوشو فکر کنی بعد نمیفهمه نمی گپ میزنه ها گپ بیهوده و بهوده را 2 میلیون توجیک مهاجر او چی خدمت کرده باشه در توجیه نمیفهمم 2 میلیون زن مرد مهاجر شده زنی هم خیلی مهاجر نبودن زنو هم مهاجر شدن در 1000 سال جنگ 1990 یک مهاجر نبود. درست است. درست است. 2 میلیون شوخی نداره در پدوالا خوان در عدلو همین ترموی همینجا پولی توجیک شده 20,000 توجیک محکمه بگنو. درست است. اینش رو هم آگاه هستیم. همون رسم همون گزارشه که از بلیت خری از چیپتا خری نشون دادن خیلی تاجیکان با گرانترین نرخ هم همین خرند شد بلیت رو پرواز کنند به روسیه شد مقصدشون وطن را گریخته استند گریخته استادن. درست برادر وابسته چیپتا هست اینجا نازو بای در وطن ازو بای اینجا وقتو ازو بای کورش خوند وقتی سه کوری بیزه بای کوری ازو بای کنیم زنو دا گرانده کنیم زنو ازو میکشن که زنو دا در تای مردای بگونه و میبرن با دیگه خیلی نقلش کنیم اگر یک کتاب میشه. بله بله. ما میدونیم ما شوفر میگردیم میدونیم مسکواش هم میدونیم تاجیکستانش هم میدونیم در چی گپه جشن چی گپه همش هم میدونیم 100%. تاجیکستان یک فوحشخونه شده که شرمندگی بجا میبینیش ایزو میکشه که فر بگردی یک فوحشخونه تبدیل شده نیدروی هم شهر داد نمیفهمیش کجا باشه
یک فوحشخونه دیگه، همین فوحشخونه تازه میبینی با مردوی خیلی ایره و گپ زدن دروزی بعد میشم که گپ داشتم ده یک گپ زدن نباید چه طرف فکر کنی ما اکیمش گپ هکس گپ تر گوش نمیکنیم آزادی با عزت امان آزادی با همه مخالفانی که در اون ترما بگناه شدگن با اون آزادی خداوند آزاد کند الها. بله دعای جمعیت را میگیرد، دعای جمعیت مستجاب می شود. میگویند باباها وقتی دعا میکردن در آخر تناول کردن میگفتند خداوند کوپ نگه دارد، یعنی جمعیت را نگاه دارد و در قطار همین کوپ ما را نگاه دارد، یعنی تنها نباشیم. درباره شعر سعدی میگفتم دانشجوی مادر بیمار داشته است و همواره پای نگاه بینی همین مادرش روز میگذرانده است و به امتحان کمی تیاری ندیده مانده است و وقتی که معلمه از اون میپرسد از سعدی همان شعری که در دروازه بریتانیا نوشته شده است همان را قرائت کن، دانشجو میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند و خیالش به مادرش می رود آرام می شود. معلمه تا دمی که دانشجو مصرع های دیگر را می یابد یک دشنام می کند، بعد دانشجو می گوید چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضو فارا نماند قرار. این دفعه معلمه می گوید چرا از خود نکرده؟ دانشجو می گوید مادرم بیمار است. وقتی خواندن همین شعر به خاطرم آمد که عضوهای مادرم درد میگیرد و عضوهای مرا همان درد احساس کرده ایستاده است. معلمه میگوید بیمار شدن مادری تو به من چی؟ تو درس را باید جواب گویی. همان زمان طالب علم میگوید تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. تو که از درد مادری من آگاه نیستی. خب زنگ دیگر ادامه شعر خودش مضمون داد. زنگ دیگر را قبول میکنیم. خاموش کردن. الو سلام علیکم. السلام علیکم. گوش میکنیم شما را. الو. بله بله گوش میکنیم. و علیکم السلام. پرنده های مهاجر هستم؟ بله بله پرنده های مهاجر. من یک چیز قاید کردم میگن که بهشتی روی زمین های تاجیکستان اپا جان هیچ خیلی بهشته که برای بلیط دادم خریه دیدی اپا جان چه خیلی؟ از آن بهشت گندم خورده این طرف فرامدند، از آن بهشت بلیط خریده این طرف میگذارند. عجیب. بله عجیب است. بله برای هم گفتنی هستم از موضوعش ما کمتر بیرون صحبت میکنم. میخواهم که آزادی به عزت امان برادر عزت امان ما رو آزاد کنم به گناه وای. همه غریبا زیق شدگن برای این کار. همگی طرفدار آن هستند که عزت امان آزاد شود. خداوند قدم همین کار که هست همه سرجمانه در این نماز شام در این چند آدم ما را تماشا داره در پرمای فیلم جان دستانه دست به دعا میبرداریم قدم این کار که هست خداوند همین روزه دسترش بیا بعد به قدر فرزند خانواده برسد که چخیل عذاب به دست فرزند یا مسلمان بیگناه عذاب میتی. بله خواجه کمال میگوید که چون تو در غربت نافتاده چی دانی حال ما تا به سر خودشان نافتاد. بیگناه زندان شدن نمیفهمند درک نمیکنند. خیلی انسان خوبت که حال هزار مهاجر ایوای دفاع مینه. او آدم پسته که این کار که هست خودش فکر کنه یا بر نظر کنه با فرزند زن خودش بگاه برود که این چی کاری کردگی ما کردم که در این یا آدمی بیگناه گرفتگی هم تری کار کردن و گناه و خدمت کردن بر آدم مهاجر خلق 9 میلیون تاجیک ای همه خونه یا آدم در غریبی و او یا آدم خدمت کرده همه خدمت به 9 میلیون مهاجر رسیده. 9 میلیون آدم تاجیکستان اپاجان رسیده. یک زپیسکر یک زوانی نکه یک دکمت به پل به هیچ سوال جواب میکنه همه جواب تا میگرفتی همه دکمت بود میکرد میداد. حاضر پیش یک پلیس میره اپاجان 5000 روبل نگه برای دکمت برای گزیت پر کردن همه همیشه را به پل برای الله و خدمت میکرد. او تری آدم نمیشوه. خداوند این دشمنای خور ذلیل کنه اللهی بزرگ. بله برادر میدونید من شبکه‌های یوتیوبی را توی همین هفته است که نظارت میکنم. یگان تلویزیون تاجیک رادیوی تاجیک در تاجیکستان خبر نمیدهد که کی را بازداشتند و مهاجران در کجا چه برخیستن‌هایی دارند.
برای که خلق تو او که در تاجیکستان که وقت نه همه اوجه فهمیده استن انشالله همه میفهمن همه محل حق اپاجان ران پوز نه حق روی میبرویا نه حق انشالله همه محل معلوم میشوه هیچ محل انشالله حضرت امر خدمت از خدمت حضرت امر نه شب خورف نه روز خدمت کرد انشالله به امر از خدمت دعای مهاجر نخوی دعای مادر و پدر در حقش نه یک دعای چه الله قبول نکنه که آزاد کنه و پیش زن فرزند شبر بگرده الهی آمین. خب بهترین حرفا بود، بهترین نیت بود. برگردانند خداوند گفتند یگانه که میتواند برگردانیدن قدرت دارد خداوند است، در تقدیرش باشد برگردانده باشد. همگان دعا میکنند، دعاها تقدیر جنبان میشوند. میدانید شبکه های یوتیوبی رو میبینم، یک خودی تلویزیون الیف تیوی 4 برنامه درباره عزت امان 4 برنامه درباره عزت امان کرد و یگان برنامهش برابر برنامه هایی که درباره عزت امان کرد پرسموتر، یعنی تماشابین ندارد. شمار تماشابینانش به درجه برنامه های درباره عزت امان کردهش نیست. کاستالوم ازبکستان اینقدر درباره عزت امان میگوید و اینقدر تماشابین بسیار دارد و اینقدر تاجیکان بر ازبک ها منتداری بیان کرده ایستادند که ما را دستگیری میکنید. تلویزیون های خود تاجیکستان چی؟ نفر اطلس دیگر چاکند پوشیده است، برآمده است رقص بازی و باز هم تعریف و باز هم تصنع، باز هم همین بالابرداری همین خانواده. میدانید یکی از سبب های از خودروی پادشاهان چیست؟ یکی از سبب های بزرگترین، شاید 90% سبب همین باشد، این همون اطرافیان خوشامدگوی هستند که از دستشان یگان کار نمی بیاید خوشامد کرده نان میخورند. چاپلوسان هستند که حتی در دوره اسماعیل سامانی هم اسماعیل سامانی شاه خوب بود، اما آنقدر چاپلوسی کردند در اطرافش، آنقدر بالا بردار کردند که اسماعیل گمان کرد که وای دیگر بعد پیامبر ثانی باز یک نفر دیگر است یا کسی دیگر و خدایتا و الکی روی بر صدای خودپرستی و اولاد پرستیش گذاشت و باز هم خودکامه شد. بسیار پادشاهان را چاپلوسان ویران کردند. نخود نفری خوردکک در یک تاجیکستان کوچک در بین کوهستان جایگیر شده، یک نفر را گویه که نجات بخش سیاره است. از کی؟ از مرز، از مریخ، یعنی که از عطارد، از زحل زهره، از کی نجات بر سیاره کی تهدید میکرد که نفر برآمده نجات داد؟ یا مثلا شاعر برآمد، نام نمیگیرم، همه آگاه هستند، گفتند تو نمی بودی ما کنجاله میخوردیم. نخود یک انسان نباشد دیگر انسان ها کنجاله میخورند. در ازبکستان رئیس جمهوری ما نیست، اونها که کنجاله نمیخورند، یا اینکه نبود همین رئیس جمهور انا 80 سال قبل کنجاله نمیخوردیم. آنقدر بالا بلند میکنند. مادرش مریم نام دارد، پس این عیسی فرامده از آسمان عیسی مریم است گفتند. آخر این تماما نادرست است. خب چون به نصرانیان درباره همین حرف میزنیم میخندند، در حقیقت خنده‌آور از زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. درود و رحمت خدا مادر جان عزیز. خب درود و سپاس برای شما دادر عزیز. مادر جان عزیز، خواستم فهمم که برای چی اینقدر تمام مردم تاجیکستانی رئیس جمهور رو دیدنی نمیتونند، نمیخواهند دیدن هوای رئیس جمهور رو. من حیران میشم، در حیرت میمونم که برای چی رئیس جمهور رو دوست نمیداره مردم در این درجه. سببش در چی باشد؟ انا این سببش را از خود همان نفرانی که نفرت دارند باید پرسید. سببش در چی باشد؟ همان نه، من مقصد آخی در این درجه در این نخو رئیس جمهور باید عادل باشد، رئیس جمهور باید غمخوار ملت باشد. در این حالت ملت در تمام ملت نمیخواهند. من حیران باور کنم، من نمیدونم چیکار کنم. باور کنم، من حیران باور کنم. میخوام از شما آبروی را کی میدهد؟ آبروی را به انسان کی میدهد؟ از یگان جا خریده نمیشود. مثلا عزت را برده عزتمند شده نشد کو.
کی میدهد آبرو و عزت و مرتبه را بین مردم، محبت را کی میدهد این همه را؟ فهمو خیلی اپاجان عزیز، میخواهم آزادی ایجاد میخواهم آزادی ایجاد امان رو، آزادیش رو میخواهم. در شما موفقیت. خدا نگهتون داره. بهترین. خب به سوالتان جواب شاید از خود شنونده میپرسیم. یک سوالی من هم به جواب ماند. در آغاز برنامه من سوال گزارش کرده بودم برای شما. واقعا وقتی که گزارش ها را از اویاکاس، یعنی همان دکان های چیپ فروشی دیدم و یک خبر میبراید مانند همان خبری دیگر هم میبراید. خبری دیگر را بینم ازبکستان روزی گذشته معذرت میخوام، در جمهوری ازبکستان روز گذشته 27% تخفیف اعلان کردن بر چیپته ها. 27% تخفیف، یعنی ارزان کرده شد خدمت رسانی های طیاره برای شهروندانش. خب بله، السلام علیکم. الو. بله السلام علیکم دادرم. سلام علیکم اپا جان. و علیکم السلام. من در برنامه شما اپا جان یکم بار چیز شدیستم. اول برنامه درباره چی هست؟ پرنده های مهاجر است. برنامه محض برای مهاجران است، برنامه فرهنگی و ادبی است و امروز موضوع برنامه من قدر کلین بود، اما موضوع را چنبرکی موضوع را با تمام دیگر طرف تافتن شنوندگان من نه و باز هم گپ درباره عزت امان رفت. شما می توانید مورد موضوع همین برنامه حرف زنید. ما دعا میکنیم که پروردگار کریم این ظالما را از بالای شر تمام کل مردم مسلمان الله مهربان بکنه و اکه عزت امان پروردگار با پیش زن و فرزنداش و پیش دوستای نزدیک الله مهربان برگردونه. خب دعاهایتان را خداوند مستجاب کرده باشد. الها آمد رمضان دعای خوبه. الله خداوند سه دعا را در نزدش به پرده قبول میکنه، دعای پدر و مادر، دعای صغیره، دعای مهاجر. انشاءالله از خدای خود امید داریم خداوند دعای ما را قبول میکنه در نزدش. این یک برادری که پیش از ما تماس گرفت میگه که پرزیدنت شکل دیدن ندارم. برای چی؟ برای که امین دجال کی دوست میداره، دجال یگان آدمیزاد دوست نمیداره، برای که آن دجال در دل اسلام خیانت کار هست. امین پرزیدنت تاجیکستان مثل دجال در خلق در مسلمان خیانت کرده. امین خیانت کار در کی در کار هست. خب این جواب شما بود برای برادری که قبل از شما زنگ زدن. خب به فکر من باز هم همان حرف است که آبرو را هم اعتبار را هم بین مردم عزت را هم خداوند خودش میدهد. خریده نمی شود، از یکونجا کار کرده یافته هم نمی شود. بین مردم آبرو را خود خداوند میدهد. مردم باور میکنند بر تو، این باوری را هم از بالا خود خداوند میدهد. تشکر برادر جان. گفتند که الها بر نزد فرزندانش برگردد، گفته دعا میکنیم. البته همه شما شنیده اید در کتاب ادبیات خوانده اید در مکتب یا ادبیات های بیرون از مکتبه شیخ شبله میگفتند. شبله نفر بود خیلی خب. زنگ آخرین را قبول کنیم. مرحمت یک زنگ آخرین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اپا جان. گوش میکنم دادرم. امروز یک برادر گفت که برای چی پرزیدنت نقض نمیبینن. خب و خوب پرزیدنتی که نعوذ بالله زید الله جان کنه را کی نقض میبینه؟ او را الله بد میبینه، چه خیلی بندش بدش نبینه. بله این حرف هم درست است. این گفته شما هم درست است. پرزیدنتی که فسق فساد با وطنش بیره و ملت فساد کنه او را کی نقض بینه؟ در تاجیکستان ما 90% همه دعوا میکنه الحمدلله ما مسلمانیم. مسلمان بودن ما کی بکار است؟ مسلمان مردن جای اعتبار است. بهترین. بله درست است. برای ما برادرها هشیار شین، اول دین حمایت کنین، چون که پیامبر مثلا به خاطر دین از بری ملت، از بری وطن، از بری همه چیز گذشت.
بهترین درست خلاصه بهترین بود، زنگ آخرین و خلاصه بهترین هم بود. بابت موضوع امروز هم حرف گفتنی دارید درباره قدر و درباره موضوع امروز را راستی من دایره نکردم. درباره چی موضوع؟ درباره قدر و درباره موقع و جایگاه کلین در خانواده بود. قدر و قیمتی کلین در خانواده خسرو خشتمان. بله. موزی اپا جان یک چیز است ده، ما کدام موضوعی را بگیریم همه موضوع ما مسلمانان الحمدلله باید از اسلام ناخون بزنیم، از اسلام ما چنگ بزنیم. به خاطری که کلین در خانه خسرو خشتمان قدر ندارد، این هم یک خسرو خشتمانی که از دین دور، به خاطر شاید به خاطر چیزی، به خاطر شاید پول، به خاطر شاید یگان مال دنیای همون کلین سرزنش میکنن که ما این پول در پدر مادریت دادیم انا تا هیچی نیاوردی. همش اپا جان میگم که همش هر یک قدمی ما اپا جان باید از روی دین و شریعت اسلام باشه. ندانستیم قدری امتی رو نکردیم، پیروی سنتی انا می نکردیم اپا جان، عاقبت نم طریق خور الله ما را خور میکنه. بله روسا میگن پیروی سنت پیامبر صلی الله علیه و آله اپا جان ما را الله خور میکنه. ایرا باید هر یکی ما بدونیم. البته زلاتای زکان شریعت میگفتن، یعنی قانون طلایی شریعت بهترین حقوق را برای زن اسلام معین کرده است. بله 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 اپا جان درست بهترین بود. برای زنگتان تشکر. هم بابت موضوع مالش اپا جان نگهبان باشه. آزاد به عزت همون برادری ما بهترین شخص بود. آزادی به عزت الله او را شاید اگزامین کرده باشه، شاید الله او را امتحان کرده است باشه، یکی اکا عزت همون بهترین شخص بود. ما دعا میکنیم که الله مهربان هر یک ما و شما را اول و ایمان و توفیق مستحکم بده، بعد از امی ظالما بدبختا بعد ما را نگه بداره. آزادی به عزت امان. آزادی به عزت امان. این خود یک چی برین شد از نزد یک نفر میگذاری سلام گفته میگذاری، هر نفر میگد آزادی به عزت امان، دیگری میگد آزادی به عزت امان، همه یک دل، همه یک جا، همه با یک آواز میگن آزادی به عزت امان. الکی بر زبان مردم نشست این حرف. با خدا، کسی که با خدا جنگ میکند او را کی دوست میدارد؟ گفتند واقعا پادشاه سایه خداست. میگویند اول اینکه کشور ما پادشاهی نیست و این حدیث موافقه نمیکند بر کشور ما پادشاهی نیست هرگز و سایه خداست. درست است، من طرز عربیش رو هم یافته خوندم، اما سایه باید آنچه که جسم کرد همان را اجرا کند، آنچه که تکرار کند جسم را. مقابل جسم یگان سایه، این قانون فیزیک ویران می شود. یگان سایه را دیدید که شما آرامید سایه رقص کند. مثلا شما به تمکین استادید یا شما نماز میگذارید سایه رقص میکند، مثلا رقص باشد سرود باشد میگه سایه این کنه نمی کند. سایه باید جسم را تکرار کرده باشد و واقعا بابت فیزیک اگر گوییم خداوند مادیات نیست، جسم هم نیست که این گونه سایه داشته باشد. برای شما درباره شیخ شبلی گفته ایستاده بودم. شبلی یک نفر بوده است که خیلی در انصاف و ایمان و امانتداری خیلی نفری برجسته نمایان بوده است و بار یک خلطه گندم برده بر آسیاب قشلاق همسایه، دهه همسایه برده همان را آرد کرده. وقتی بازگشت بگاهی روزی به خانه رسیده می آید، خلطه گندم را از بالای خر گرفته به زمین میگذارد که بالای گندم یک دو سه دانه مورچه ها گشت و گذار دارند. میبیند میگوید واه، من این مورچه ها را از خانهشان گرفته آمدم، از اولادشان جدا کردم. هر نفری که اولاد را از اولاد جدا میکند به بهشت نمیشمد. باز این مورچه ها را روی کف میبردارند با احتیاط. این قدر راه سوی روستای همسایه میگیرند، دهه همسایه برده به خانهش نزد آسیاب گذاشته می آیند. مورچه را از اولادش جدا کرده میترسند که مبادا بوی بهشت نشمیده مانم. عزت که مورچه نیست وای انسان است. و چقدر انسان ها امروز در زندان جدا از اهل پیوندانشان هستند. چقدر دسترخوان ها امروز به پدر فرزندان بر طبق دست دراز میکنند، آه کشیده به دهان میبرند، فرو میدهند.
آن همین خیلی برکتی سر دسترخوانشان به مرد خانواده پریده است. و در خلاصه برنامه، در آخر برنامه برای شما یک شعر که قرائت میکنم. من شعر رو دوست میدارم و میخواهم که مخلصان همین برنامه رو هم با آنچه که دوست داشتم خودم شاداب کرده باشم. میگویند که مسلمان آنچه که بر خودش دوست میدارد بر دیگران هم رایج بیند. دل نظرگاه تعالی است، کفی سنگ نکن، با خدا جنگ نکن. جان به ایمان بنواز، آینه پر زنگ نکن، با خدا جنگ نکن. طبق فرمان خدا امر کتاب آمدم، به حجاب آمدم. چشم دیدن بتوان، چهره پرآژنگ نکن، با خدا جنگ نکن. امر شه واجب اگر امر شریعت باشد، پیک عفت باشد، دست ناپاک به سطر سر ما چنگ نکن، با خدا جنگ نکن. چیست فرهنگ؟ یک شاخ درخت دین است، این بهین آیین است. حرف فرهنگ هماهنگ به خرهنگ نکن، با خدا جنگ نکن. رهبران سر منصب که گناهت نخرند، با بهشتت نبرند. صحفه نامه اعمال پر از ننگ نکن، با خدا جنگ نکن، با خدا جنگ نکن. کسی با خدا جنگ اعلان کرد، به فکرم که موضوعهای برنامه ما را هم دیگر سمت میتابند. و در آغاز برنامه الکی همکاران ما گفته بودند که جایگاه کلین میگوی، جایگاه مادر میگوی، پدر میگوی، کدام موضوعی میگیری مردم عزتمون میگویند تیار باش. و من آماده بودم. هرچند در آغاز برنامه آگاه کردم که با وقتی موضوع حرف میزنیم 2 دقیقه، اما خواسته ما نمیشود. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. فرارسی رمضان شریف را در خانواده هر یکی شما فرخنده بادا میگویم آمد رمضان مبارک باشد. بگذار نور و جلا، فیض و سخا آورده باشد بر دسترخوانتان گفته دعا میکنیم. آمین. ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا. روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری، وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت تا بخوای برگردی خونه گم میشی تو باغ قربت واسه ما فرقی نداره هر جا باشیم شب نشینیم دلخوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون